برای نخستین بار نمایشگاه و جشن به مناسبت 9 هود روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در قصر دارالامان برگزار گردید. در این نمایشگاه بیشتر از 100,000 تن از هموطنان گرامی ما اشتراک کردند. با مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی 175,000 سیسی خون اهدا نمودند. استقبال بی پیشینه مردم از این جشن و سپاسگزاری از سربازان کشور رنگ دیگری به این نمایشگاه بخشید. زنان، مردان و اطفال دست در این جشن شرکت کردند و با نیروهای امنیتی و دفاعی خود از نزدیک دیدن نمودند.